سلام بچه‌ها. آقا دیگه نیاید ترکیه. بابا شاید بخوان توریستی بیان. چرا توریستی بیان ولی هنوزم بعضی از دوستان زنگ میزنن میگن که چجوری بیایم اقامت بگیریم. بعد وقتی من توضیح میدم هم ناراحت میشن هم که فکر میکنن که مثلا جای ما رو تعیین میکنن اگر بیان. میخوام اینو بهتون بگم 6 سال پیشی که ما اومدیم ترکیه اصلا اینجوری نبود. یه شرایط خیلی خوبی بود برای اینکه کسی بیاد اینجا حالا مثلا اقامت بگیره، بخواد زندگی کنه، کار بکنه، درآمد داشته باشه یا حتی زندگیشو از صفر بخواد اینجا شروع بکنه و جلو بره. ولی هر چقدر که جلو رفت هی سخت‌تر و سخت‌تر شد. یادم چند وقت پیش گرجستان هم همینجوری بود، یعنی همه میرفتن اونجا اقامت میگرفتن، زندگی میکردن. بعد یهویی خبر اومد که گرجستان مثلا ویزاها رو تمدید نکرده، اجازه ورود نداده، حتی اونایی که خونه داشتن. یه سری اخبار زد و نقیضی راجع به گرجستان اومد، کلا اونجا برای مهاجرت کارش رو سخت کرد. الان داستان برای ترکیه هم همینجوری شده، شرایط رو سخت و سخت‌تر کردن. خب با توجه به این شرایط برای کسی که از قبل اینجا اقامت داشتن و دارن چند سال اینجا زندگی میکنن هنوز شرایط خوبیه. یعنی کسی که اینجا کارمند دولته یا کسی که توی جایی چندین سال کار میکنه حقوق خوبی میگیره، چون که دولت همونقدر که تورم داره از این برم حقوقا رو میبره بالا. درسته که خیلی زیاد نیست ولی خب وضعیت از ایران بهتره هنوزم. ولی برای کسی که الان تصمیم میگیره که الان تو این موقعیت از ایران بیاد بیرون اصلا شرایط مناسبی نیست. چرا؟ مگر اینکه چرا شو بگو تا من مگر اینکه شو بگم. چون که اول از همه این که دیگه اقامتی به شما دوست عزیزی که تازه میخوای وارد ترکیه بشی از ایران چیزی به اسم اقامت توریستی به شما نمیدن. قبلا میدادن. خونه رو کرایه میکردی، میرفتی اداره مهاجرت، رو همون کرایه بهت اقامت میدادن. اجازه کار نداشتی ولی خب خیلی‌ها غیر مجاز کار میکردن. الان همونایی هم که غیر مجاز کار میکردن اجازه کاراشون رو گرفتن، به صورت قانونی دارن کار میکنن، مشکلی ندارن. ولی برای کسی که جدید میاد ترکیه بلد نیست، نمیتونه با شرایط خودش رو مثلا وقف بده، خیلی سخت میشه. خیلی اقامت دیگه هستش. حتی رو اقامت کاری هم برای کسایی که چالش مایزین میخوان بگیرن خیلی شرایط به نسبت قبل سخت شده. خیلی‌ها هی درخواست میدن، درخواستشون رد میشه. حتی کسایی که چندین سال چالش مایزین یا اجازه کارو داشتن باز هم توی این روزهای اخیر من میشنوم که درخواستای چالش مایزینشون داره رد میشه. این یعنی بد، یعنی که برای اونهایی هم که چندین سال اینجا زندگی میکنن احتمال خطر وجود داره. حالا من یه چیزی راجع به همین اجازه کار بگم. ببینید یه سری از آدما ترکیه که میان، یعنی مثلا میومدن اینجا پناهنده میشدن. اینایی که پناهنده میشدن دولت باید حتما اگر که میخواستن اجازه کار بگیرن حتما باید بهشون اجازه کار میداد. الان وضعیت یه جوری شده، یعنی تو جزء قوانینشون هست. ما صحبت کردیم با دوستان میگفتن حتما چون شما پناهنده اجازه کار اقدام کنی بهت میدن. الان یه سری از اونها رو هم رد میکنن. علاوه بر اونایی که اقامت توریستی دارن اجازه کارهاشون اکثرا رد میشه، مگه اینکه یه شرکت گردن کلفتی پشت این قضیه باشه که بگه آقا من حتما ایشونو میخوام، یا اینکه اون شخصی، یعنی یه شخصی میاد اینجا یه بیزینسی رو راه میندازه، یه شرکتی، یه آرایشگاهی، یه رستورانی، هرچی، اولین چیزی که ازش میخوان 5 تا ترک رو بیمه کرده باشه. یه سرمایه‌گذاری سنگین دیگه. آره قدیما، یعنی اون 6 7 سال این تجربه که میگیم که اولا که اینا تجربیات ماه. اون زمان شایی که معراج میگه همون 6 7 سال پیش خب شرایط خیلی بهتر بود. یعنی طرف میومد اینجا یه اقامت توریستی 1 ساله، 2 ساله، 6 ماهه، حالا هرچی میگرفت، بدون اجازه کار میکرد، سیاه، درآمد خوبی هم داشت. از ایران هم اگه برای طرف یه مبلغی میومد با اون بازنشسته ها رو بگو. آره قبلا توی ویدیوهای قبلیمون راجع به این موضوع چیزایی گفتم. بازنشسته هامون خیلیشون اینجا حالا همونطور که معراج میگه زندگی میکردن، ولی خب شرایط چیش خوب بود. شما میومدی یه اقامت توریستی میگرفتی، یه خونه کوچولو موچولو هم اجاره میکردی، هر جایی که دلت میخواست، سیاه هم کار میکردی، تو کافه، تو رستوران، تو کارواش، تو آرایشگاه، تو هر جایی و خیلی راحت زندگی میکردی. کسی هم نمیاد در بزنه بگه آقا شما اینجا چجوری کار میکنی، کی چی کاره، کسی باید کاری نداشت. ولی الان چون فشار رو گذاشتن و مردم ترکیه هم از این مسئله خیلی زیاد راضی نیستن که اینقدر تو کشورشون مهاجر هست،
فشار رو گذاشتن روی این قضیه که دیگه اون آدمایی که نخبن دنبه دارن خواستم چرا دنبه از کجا آوردی؟ این که میگن اینقدر چریدی دنبت کو آره فکر کن. آره اینا الان دنبه رو احتیاج دارن. آره اون آدمایی که بالاخره یه شرایط مناسبی دارن برای کشورشون، مثل کسایی که سرمایه گذاری میکنن، مثل نخبه ها یه اقامت مخصوص دارن. اینو فرنوشکوف یادم افتاد یه کارتی دارن برای نخبگان، اسمش ترکوازه. اگر که حالا چند تا چیزی که من راجبش هست رو بهتون میگم. مثلا اگر بازیگر باشین چند تا فیلم بازی کرده باشین، فیلم‌های مطرح، کارگردان باشین چند تا فیلم ساخته باشین، فیلم‌های مطرح، یا مثلا دانشمند باشین یا یه آدم فرهیخته‌ای باشین که بتونید بهشون اثبات بکنید، این کارت بهتون تعلق میگیره. اون اقامت یا کار؟ اصلا اقامت و اجازه کار، یعنی مثل گرین کارت آمریکا میمونه. شما فقط حق رأی ندارید اینجا، همه حقوقو دارین، راحت اجازه کار دارین، هر کاری دلتون بخواد میتونید بکنید، تأسیس کنید، حالا مثلا هر چیزی. ولی خب حق رأی ندارین و این خودش بعدها تبدیل میشه به اقامت دائم و پاسپورت ترکیه. مثلا من ترکواز بگیرم. برو بگیر. چون نخبه. بله شما نخبه. غیر از اونم که دیگه باید چپ پر باشه دیگه. شما بیاین یه خونه $75,000 بخرین، اقامت بهتون میدن. یا یه پلن سفر خوب بچینید برای مثلا توریستی، بگید من میخوام مثلا تو این 1 سالی که اینجا اقامت توریستی به من میدین این شهرها رو برم، این هتل‌ها رو میخوام برم، این جاها رو میخوام ببینم و اثبات بکنید بهشون. تمکن مالی 100% لازم دارین که نشون بده که شما این کارو میخواین انجام بدین و اون پلنینگتون انجام بدید. یه جورایی داره میشه مثل اروپا گردی، همون اول بهتون اجازه اقامت نمیدن. حالا این اقامت ترکواز که معراج داره میگه برای یعنی رو هر کسی جواب نمیده. فکر نکنید که الان بلاگر هستین یا بازیگر هستین یا یه خواننده. همه بلاگرن تو ایران. آره دیگه، یا خواننده، و هر کسی اون اقامت تعلق نمیگیره. خیلی شرایطش خاصه و واقعا به یه آدم خاص احتیاج هست توی این قضیه. یعنی هر کسی نمیتونه. الان خیلی از بلاگرها توی استانبول زندگی کنم و سر قضیه اقامت به مشکل خوردم. اگه دقت کنید خیلیشون رفتن دبی، رفتن کشورهای اطراف، حتی ارمنستان چند تا رو من میدونم رفتن. برای همین یعنی این قضیه رو هر کسی جواب نمیده. حالا یه مطلب دیگه میخوام بهتون بگم. چند وقت پیش راجع به یه سری کلاهبرداری‌های جدیدی که تو ترکیه مد شده ما یه صحبت کوچولو بهتون کردیم. هفته پیش تماس گرفتم با فرنوش خانم. آره تماس گرفتن و هیچی، آمار منو میگرفتن و شوهرت کجاست و خودت بگو. یه آقای تماس گرفت. حالا اول از همه که یکی از مشتری خیلی خوب من این اتفاقو برای من از اول تا آخر تعریف کرد که چی شد، زنگ زدن، چیا گفتن. ما مطلع بودیم، یعنی یه چنین اتفاقی هستش. الان هم به شما میگیم نگین که حالا مثلا زمان ویدیو رو طولانی کنیم. میخوایم اگر که دارین این ویدیو رو میبینید ترکیه هستین اطلاع داشته باشین، چون زنگ میزنن بهتون یه جوری باهاتون برخورد میکنن که شاید باورتون نشه که کلاهبردار هستن. بفرمایید. ولی خب چون این روزا خیلی حرفش هست و خیلی این اتفاق داره زیاد میفته، یه جورایی آمادگیشو داشتیم. برای همین تلفن من که زنگ خورد یه آقایی بودش که اون خانم به من گفته بود که از اون وقت هی صدای بیسیم میاد، هی میخواد طرف شلوغش کنه. من صدای بیسیم و شنیدم فهمیدم که بله ما هم افتادیم تو داستان. با طرف صحبت کردم، گفتم بفرمایید سراغ معراج میام که من میخوام با معراج صحبت کنم. الان دارم با کی حرف میزنم، شما خودتو معرفی کن. اسم منم میدونه. آره این عجیبه. ولی خب جالب اینجاست که نمیدونست من کیم. این خیلی عجیب و جالب بود. این خودش نشون میده که این آقا اصلا از طرف پلیس نیست. برای همین من فقط بهش گفتم یه لحظه گوشی، دستام داشت میلرزید به خاطر اینکه میدونستم دارم با کی حرف میزنم، ولی آقای کلاهبردار اصلا حس این که دارم با یه آدم دزد کلاهبردار حرف میزنم حالا بد کرده بود. فقط بهش گفتم یه لحظه گوشی، چون پلیس قبلا گفته بود که وقتی با این قضیه روبرو میشین تلفن رو قطع کنید. تا چند ثانیه به خودم بیام تلفن رو سریع قطع کردم و دیگه تماس نگرفت. انتظارشم پشتش به خود معراج زنگ میزنه که وقتی زنگ زدم بهش گفتم منتظر بود و بهش زنگ نزدم. من آماده شده بودم که زنگ بزنه اگه بتونم ازش کلاهبرداری بکنم. بگم هر چی تو میخوای من میدم، ولی الان کرایه ندارم تا اونجا بیام، 1000 لیر بزن. شوخی میکنم. برسونم خودم. نه دیگه ما به توصیه پلیس گوش دادیم و سریع تلفن رو قطع کردیم. خلاصه اینجوریه. خلاصه با این شرایطی که الان ترکیه داره، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ این مسئله اقامت و اینا،
لطفاً خودتون در اثر نندازید و تلاش بیفایده نکنید. اگر شرایطشون ندارید، چرا یه سری شرایط اینور هستش که خب خیلی هم میتونن اقامت رو بگیرن. و نکته خیلی مهم، خیلی هم هنوز متاسفانه هستن که دارن تلاش میکنن که کسایی که دنبال این قضیه رو گول بزنن، ازشون یه پولی بگیرن، میگن ما اقامتتو درست میکنیم، ما این کارو میکنیم، ما مدارک جور میکنیم و خیلی راحت پولتون رو میخورن متاسفانه. برای همین بهتره که فکرتون رو باز کنید و یه تصمیم درست بگیرید و نگاه واقع بینانه داشته باشید نسبت به ترکیه. هنوزم ترکیه خوبه. هنوزم واقعا من نمیتونم از ترکیه ما خودمون اینجا داریم زندگی میکنیم. ما داریم اینجا زندگی میکنیم. زندگیمون هم خوب میگذره. کسای دیگه ای هم که حالا از قبل اومدن شاید یه خورده براشون سخت شده باشه، ولی خب ببینید برای ما هم سخته. از چه نظر سخته؟ از نظر اینکه شما میری تو مثلا سوپرمارکت میبینی یه چیزی که مثلا 2 سال پیش میخریدی 100 لیر الان باید بخری 300 لیر. این واقعا اذیت کننده است. درآمدات رفته بالا به همون نسبت. الان تمام اون حقوق پایه‌ای که تو ترکیه قبلا مثلا 450 دلار بود، الان با تمام این تورم‌ها هنوز 450 دلاره. ولی از نظر روانی شما رو اذیت میکنه. اتفاقی که افتاد فرنوش هم گفت برای بازنشسته‌های عزیزمون، بازنشسته‌های قدیم ما 7 سال پیش که ما اینجا اومدیم حقوقشون خیلی بالاتر بود به دلار. اینجا رقم ثابته. مال ما اومده پایین. مال ما شاید مثلا 450 دلارمون حقوقامون شده الان مثلا 100 دلار 150 دلار. این باعث شده که ما خیلی قدرت خریدمون بیاد پایین. ولی اینا دارن زندگیشونو میکنن و کسایی که مأمور دولت هستن عین خیالشون هم نیست. به خاطر همین هیچ اعتراضی هم نمیکنن و واقعا ما هم اعتراضی نداریم، به خاطر اینکه وقتی خود ترک‌ها اعتراض میکنن ما بیایم چه اعتراضی میکنیم؟ مثلا حق اعتراض نداریم اینجا. ما اگه اعتراض می‌خواستیم بکنیم ما می‌رفتیم به نه دیگه. خب دولت تحکیمی جمهوری اسلامی می‌کردیم. همه همونطور که گفتیم میره بالاتر. برای همین زندگی اونقدر وحشتناک اینجا مثل ایران نمیگذره. یعنی مردم تو ایران خب خیلی تحت فشارن و طبیعیه که تو این فشار تصمیمات اشتباه آدم بگیره یا دنبال یه راهی باشه. البته اینو بگم شهرهای بزرگ اینجا یه خورده سخت شده. به خاطر اینکه ببینید یه مینیمم حقوقی گذاشته دولت 11500 اگه اشتباه نکنم 11400 لیر. این رقم شاید توی شهری مثل حالا مثلا اسپارتایی که ما هستیم یه رقم خوبی باشه، بتونن مثل قبل زندگی کنن، ولی تو استانبول شما هرگز نمیتونید با 11400 لیر زندگی کنید. الان برای یک نفر هم سخت. حالا داستان از چه قراریه؟ شما به عنوان یک ایرانی تازه وارد میایین ترکیه میرین استانبول. خب میرین یه جا کار بکنید، به شما 11400 لیر اگر بدن هنر کرد. ولی کسی که قدیمی هستش حداقل تو همون استانبول دیگه الان حقوق 11400 تا نمیگیره، احتمالاً 18000 لیر حقوق میگیره و میتونه زندگیشو بگذرونه. به خاطر همین میگم وضعیت خیلی بد شده. تو استانبول الان فکر کنم 11 خورده ای رو میگیرن آدمای که خب میگیرن 11000 خورده ای نمیشه باش زندگی کرد. کم کم 18000 تا 20000 تا اجاره خونه 15000 لیر توی یعنی تقریبا پایین ترین حالت. خب خیلی این غیر ممکنه واقعا. من اینکه 2-3 نفر با هم کار کنن. در کل امیدوارم هر جای دنیا که میخواین بریم موفق باشین. اگرم میخواین ایران بمونید که اونجا هم براتون آرزوی موفقیت میکنم. همونطوری هم که گفتیم اینا تجربیات ما هستش. اون چیزی که ما تجربه کردیم و در اختیارتون گذاشتیم. اگر شما تجربه‌ای دارین بنویسین اون پایین. خوشحال میشیم. و اینکه لایک و سابسکرایب یادتون نره. مراقب خودتون باشین. بای بای. خدا نگهدار.